مؤسسه فرهنگی سبحان حقیار تقدیم می‌کند. داستانی نوشته شده از جناب استاد سبحان حقیار. در سرزمینی مردی پرهیزگار تصمیم گرفت دیواری بلند دور دل خود بسازد تا از ایمان و تقواش پاسداری کند. او با ایمان و دقت بسیار هر خشت این دیوار را با نیایش و اخلاص روی هم چید. هر بخش از این دیوار نشانه‌ای از راز و نیازهایش با خالق کائنات بود. اما در میان این همه استواری و زیبایی یک خشت کمی سست و لق بود. این خشت ناپایدار به او یادآوری می‌کرد که با وجود همه خوبی‌ها و ایمانش او هم انسانی هست مانند دیگران و کمبودهایی دارد. مردمی که از کنار این دیوار وجود می‌گذشتند کمتر چشمی شکوه دیوار به آسمان رسیده را می‌دید و بیشترشان همان یک آجر لق را می‌نگریدند. یکی با انگشت نشانش می‌زد، دیگری با خنده‌ای از جنس ناآگاهی تکانش می‌داد و برخی در سکوت فرو ریختنش را آرزو می‌کردند. آنگاه مرد با چشمانی نمناک و دلی لرزان به آسمان نظر کرد و نجوا نمود: الهی، تو که به راز دل این ذره حقیر آگاهی، چرا دیدگان بندگانت بلندی این همه نیایش را نمی‌بینند؟ چرا به جای تماشای قامت استوار التافت به خطری کوچک بر دیوار وجودم خیره می‌مانند؟ در آن خلوتگاه سکوت پاسخی از جنس نور در قلبش تابید: ای جان من، ای مقرب درگاهم، مپندار که نگاه خلق تنها بر آن خشت سست افتاده. هر بیننده‌ای خود دیواری است از هراس و ریا که هزاران خشت لق از خودبینی و عجب بنیادش را سست کرده است. من که رحمانم و رحیم، این همه نقص و زشتی را در سایه‌سار رحمت بیکرانم می‌پوشانم. من آنقدر بزرگم که تمامی خطاهای بندگانم در برابر عظمت بخشایش من چون ذره‌ای هست در دریایی بی‌پایان. تو تنها برای خشنودی چشم من بنا کن، برای تماشای تحسین فرشتگانم بنا کن، نه برای قضاوتی که زود گذر هست و ناپایدار، که نگاه مخلوق پایان راه نیست. و این گونه بود که دیوارش تا ملکوت معنا بالا رفت. آنگاه ندایی از جنس نور در جانش تابید: واصبر لحکم ربک فانک باعیننا، و برای حکم پروردگارت صبر کن که تو در دیده های مایی. مرد آرام گرفت، دانست که صبر کلید گنجینه رضاست. یاد حدیثی از پیامبر رحمت صلی الله علیه و آله و سلم در دلش شکفت: هرگاه خدا بنده‌ای را دوست بدارد او را می آزماید. از آن روز مرد دیوار دل را نه با خشت که با نور توکل بالا برد. دیگر نگاه مردم را نه با چشم که با قلب میدید، چرا که میدانست مردم دشمن آن چیزی هستند که نمیشناسند. و در پایان دیوارش نه تنها فرو نریخت بلکه تا ملکوت بالا رفت. پیام داستان دیوارهای وجودمان را با ملات صبر و توکل بالا ببریم و بدانیم که قضاوت مردم پایان راه نیست. چه بسا خشت لق ما همان جانی باشد که نور خدا از آن میتابد تا فروتنی را به ما بیاموزد. خوشبخت آن که در مدرسه عشق لق بودن خشت وجودش را نه نقص بلکه درس توحید دانست. به امید آن که همه من از دیوارهای خود تا ملکوت عشق بالا رویم. به دیگران برسانید حتی یک جمله: